حقیقت دیگر حضور چشمگیر زنان در قیام هاست. زنان و دختران جوانی که در خطیرترین لحظه های قیام گروه‌هایی از جوانان رو هدایت می کنند یا سایرین رو به پیوستن به تظاهرات برمی‌انگیزند. زنانی که نیروی عمده اجتماعات شجاعانه در برابر زندان بینند. زنانی که با برپای اجتماعات در شنبه‌های هر هفته در پارک لاله تهران یا سایر نقاط حیات و جوشش قیام ها رو حفظ می کنند و زنان دلیری که پایندگی این جنبش رو تضمین کرده و خواستهای اون رو ارتقا بخشیدند. همینجا میخوام مجدداً بر همه زنان قهرمان و شجاع ایران، از دختران دانشجو و دانش آموز تا زنان معلم استاد و کارگر و کارمند در سراسر ایران، بله، به همه اونها درود بفرستم و همچنین به شما زنان اشرفی، 1000 زن قهرمان که پیشتاز این زنان شجاع و آزاده در سراسر ایران هستید. درود بر همه شما. و اما سومین حقیقت آشکار این قیام ها